نمیخونیم. استاد از من یک مشکلی دارم به سبب برادرم چندین سال است که تیجه رو ترک کرده، هجرت کرده است. پدرم در خردسالی هم وفات کرده است. مادرم به همین نزدیک وفات کرد. خلاص من تنها هستم، کسی ندارم جز برادرم و اونم که نیست. اما از امنیت مرا به سبب برادرم اذیت میدهند. حتی چندین روز پشت پنجره بودم. من 17 ساله هستم. استاد من میتونم به تنهایی هجرت کنم بی محرم؟ امکهایم همه اش از توحید دور هستند، آنها نیز اذیتم میکنند. یگان مصلحتم میدادین استاد، خیلی زیاد خیلی نیاز دارم. البته که این یک مشکلی است. ببینید یک دخترچه‌ای خردسال رو این لشکری طاغوت، این خوبسایی که خودش با مسلمان میگه، انامین کگب، این منیسه های مشرک کافر هیزم جهنم، لشکری طاغوت، اینها با میگه که این زن طلاق های کفار مشرکین که جنازه برای اینها حرام است، اینها را مسلمان گفتگی کافر است. این خوبسای زن طلاق های زندگی حرام خوران مشرکین یک دخترچه 17 ساله را برده به خاطر دیگر کس، به خاطر یگان کمبودی گناه خودش نیست، به خاطر گناه دیگر کس به پنجره میاندازند، اذیت میکنند. بعضی از این خوبسا زنی 90 ساله را هم برده اذیت میکنند، خواهد تجاوز هم میکنند. چیکار خواهد میکنند؟ و ما به بالای شما عقاب الله، جزای الله، عذاب الله دعا میکنیم و انتظار هستیم. الله خودش همون خیلی که مناسب شما خوبسا است، جزای شما را در این دنیا و آخرت بده. مشرکین توبه کنید. شما مشرکین توبه نکردید، الله سزاوار این عملهای شما جزایتون در این دنیا و آخرت میده. شما مشرکین کفار، شما نماز خونید هم کافر هستید، ریش مونید هم کافر هستید، حافظ قرآن باشید هم کافر هستید. شما 100 بار حج رفته بیدم همین لشکری طاغوت کفار مشرکین هستید. شما به همین عقیده و همین عمل ببینید جهنمی هستید، زن طلاق هستید، زندگی شما حرام است. از اول تا آخر زندگی شما حرام است، جنازه برای شما حرام است. اینها را مسلمان گفتگی آدم هم دیده و دونسته کفر است. توبه کنید، ظلم بس کنید، به بالای مردم مسلمان ظلم بس کنید، دستانتون خوش بود. الله خور و ذلیلتون بکشه شما خوبسای کفار. لیکن آیا به تنهایی هجرت کرده میتونه؟ دخترچه 17 ساله رو ما چی بگیم؟ سبحان الله، از یک طرف این مصیبت، از طرف دیگر مصیبت. به یگان خواهر دیگر مسلمان، به یگان برادری همون گرد اطراف، یگان حق همسایه، یگان مسلمان این حالت، این وضعیت با خبر بکنید، یگان مسلمان دیگر که گپ زنید، البته آیسته مشورت کنید، یاری کنند این و آن، به یک دو سه نفر پیدا شوند، روید به روسیه، روید به دیگر جا، روید همراه خواهرها. یگان خواهر کلانسالی باشد، یگان کسی باشد که به زندگیش گیرد، این همراهش گیرد، یاردم کند، کمک کنین ان شاء الله به هم دیگر. بارک الله فیک. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ما دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی این درس های مبارک ما را بردوام قرار بده، درس های ان شاء الله زنده کننده، سبب ظاهر شدن حق، ظاهر شدن توحید و تطبیق شدن توحید گرداند. مادران و خواهران را که درس ها را گوش میکنند و پیروی میکنند، الله برکه بدهد، اجرشون بدهد، گناه های اهل توحید را الله ببخشد، این درس ها را سبب هدایت شدن بسیاری از اینها بگرداند. الله سبحانه و تعالی صف خواهران هدایت شده را، مادرای هدایت شده را زیاد بکند و این درس های توحیدی، دعوت توحید را به هر یک خانواده تاجیک رسیدنش را نصیب بکند. به هر یک خانواده تاجیک رسیدن این درس توحیدی را نصیب بکند. و دعا میکنیم در حق همه اون خواهران و برادرانی که در منتشر کردن حق سهم خود میگذارند و کوشش میکنند، دعوت میکنند، الله حفظشون میکند، برکه بیتد. و همه کسانی که میان درس گوش میکنند و میآموزند، الله حفظشون میکند، برکه بیتد و از بلای و آفتهای این دنیا و آخرت نگه بدارد، از سحر و جادو و چشم و دیگر ضررهای جن و شیطان نگهشون میدارد. الله سبحانه و تعالی زندگی زیبا، صالح و صالحه، آرام و پاک و با برکات و دور از مصیبت و بلاها را الله سبحانه و تعالی به هر یک ما شما نصیب کنه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. باقی مانده خود شما خواهرها با هم دیگر صحبت بکنید. السلام علیکم و رحمت الله.